مهر گیاه نام دارد برنامه ما که از صحبت جانفزای فرزند شایسته خلق تاجیک، طبیب دلشناس، روحشناس، شاعر، ژورنالیست، عالم، انسانی نیکسریشت، اکادمی بین المللی فنهای جمعیتی و طبیعتشناسی روسیه ملا ظهور طاهری که این انسان کامل، مرد فاضل، طبیب حاذق و قلب میلیون ها نفر مردم دنیا مهر گیاه را پروریده طبابت را با این اصول به راه مانده است. تا امروز او هزاران شخصان گرفتار بیماری های مختلف را طبابت نموده است. او بیماران را به غیر از داروهای معمولی باز با واسطه های گیپنوز، سرود و موسیقی، محض و مالیش، سوزنزنی، گیاهداروها، میوه‌داروها و غیره طبابت می نماید. سرور دولت جناب عالی امام علی رحمان بارها توجه اهل جامعه را به گیاه پزشکی روانه ساختند. طبیبان رو به گیاه پزشکی بیارند و ما خیلی طبیعتی بوی داریم. در همین بابت فکر و عقیده شما را فهمیده باشیم. تشکر زیاد. خیلی که شما خوب قید کردید. در یکی از جلسه های اتحادیه جمعیتی که در اونجا 86 اتحادیه جمعیتی هست و من هم اعضای شورای اتحادیه جمعیتی نزد پرزیدنت هستیم، این مسئله برداشته شد و اون کس گفتن که هر یک شما نماینده من در بین خلق هستید، هر کس با همان جریانی که کار میکند باید کار رو پیش برد و این دستگیری پرزیدنت ما با نقشه گرفتیم و 4 نفر از اعضایان اساسیاسیون طبی عنعنوی متخصصان طب خلقی و طبیبان خلقی تاجیکستان مدت زیاده از 16 روز در ناحیه‌های وحدت، راغون، آب گرم، ناحیه عینی در بین مکتب بچگان، در بین معلمان، دکتران کار بردیم که الکی وقت رفته ایستاده است. جمع‌آوری گیاه‌های شعبه‌اش کارکرد آن و در آینده استیصال مونده صحبت گذاشتیم. الکی مردم یک توجه پیدا کردن، الکی برای که همون جمع‌آوری کردن یا مبلغ است. الکی اگر جمع‌آوری نکنن گیاه پوسیده میرد. هر یک خواننده مثلا هر روز اگر 10 کیلوگرم جمع کنه در یک ماه 300 کیلو هست. 300 کیلو حساب میونه موقع 1000 سومون یا پول کار کنن، لیکن پوسیده میرد همین چیزها. خب چیز دیگری که اینجا شما قید کردید گیاه پزشکی، یعنی که البته در یکی از اینترویویی که من در گازت تاجیکستان از تاریخ 28 اپریل دادگی بودم، اونجا گفته شده بود که قریب تمام پولی ما که در ساحه داروها هست برآمده از تاجیکستان بیرون میرد، یعنی با اوکراین، با روسیه، با ونگریا، امریکا، یعنی از اونجا دارو خریداری میکنیم. وقتی که بازار داخلی ما به کار در اومد ما محتاج این داروها نمیشیم و ما آدمای میتوانیم با اصولهای عادی ساده با گیاهای عادی طبابت کنیم. البته رقابت همه وقت هست. من در زیاده از 107 کنگرس های بین الخلقی اشتراک کردم با بسیار عالمان مشهور دنیا و سال گذشته در قرقیزستان بشکک کنگرس یکم یوراسیا آید به طبابت با اصولهای طبیعی درمان، یعنی در کورورت سیستم کورورت ها، آب ها، گیاه ها شده گذشت و اونجا یک پروفسور بیلوف گفته که آدم خیلی تحلیل خوب گذاشته که بسیار روزنامه ها، مجله های ساحه طب خیلی گپ های بردروغ برای که همون داراشو با فروش رود استفاده میکنن و تصدیق میکنن که این خیلی خصوصیت خوب دارد و این از نظری همون عالم تحلیل شده است. و امروز مردم ما مثلا من بسیار وقت میگم که قبلا در شهر دوشنبه 35 داروخانه بود، امروز زیاده از 2000. این نشانی پس رفتنی مدنی طبی مردم میباشد. برای اینکه یگان عضوش در کرد به نزد دکتر میرد، دکتر در واهمه میزند یا با واهمه میافتن و اون دارویی که استفاده میکنن البته با نرخ‌های گران هست و با اونها ممکن فایده هم نکند و ضرری خود را میرساند. اون چیزی که گیاهی هست البته ضرر نمیرساند. بعضی گیاها هستند که زهر هستند، انسان کشتنش ممکن، لیکن ما تمام گوییم که گیاه ضرر ندارد، لیکن این هم باید که مردم دانن و پیشکش کنند. و مقصد امروز ما تشریف آوردن به ولایت سوخت که در بین مردم یک صحبت گذاریم و از آن جمله من تا آمدن با
جانشینی رئیس نای موجوده با بابایم صحبت داشتم و حالا مثلا من در ناحیه عینی میخوام که یک مرکزی برقرار کنی سلامتی برای 30 نفر سال سوم است من ساختمان ادامه داده استادم و یک برنامه ساخته استادم که مردمی تاجیک باید کمش 100 سال عمر ببینند با اصول های تماما ساده عادی طرز آبنوشی و اگر از طرف مردم این مرکز دستگیری شد ما با طبابت کم مشغول میشیم با آموزش مشغول زیاد میشیم. مثلا امروز بسیار آدم ها با من سوال میکنن که شما کدام بیماری های طبابت میکنید. من جواب میدم که من عموما بیماری وقتی کار نمیکنم من با آدمای سالم کار میکنم که بیمار نشوند. یعنی که وقتی که بیمار شد بعضی بیماری هست که یک عمر انسان اینوالید میشن. برای این باید ما کارهای پیشگیری کننده بریم و فرقیتی که از دیگر بیمارخانه ها و مرکزی من طبابت البته در ما اصول های طبابت زیاد هستند زیاد از 50 نمودی طرز طبابت من استفاده میکنم لیکن من هر روز 1 ساعت 2 ساعت به بیماران درس میدم درسی حفظ سلامتی استفاده گیاه ها طرز نفس کشی طرز آب درمانی که این یک عمر در خاطر آنها نقش بسته آنها میتونن عمر خود را دراز کنند. سرچشمی بایگری دولت ما سالمی جامعه هست اگر هر چقدر مردم سالم باشند دولت پرقوت میشد. اگر امروز ما تحلیل کنیم بسیار حاضر تولد میشن فرزندان که دیبیل عموما ناقص عقل هستند اینها به جامعه خیلی ضرر زیاد میبرند. مسئله حفظ صحتی کودک و مادر ما این مسئله های برداشتن ما ممکن است که البته در بطن مادر پروسسی آینده فرزند کدام جریان با میرود با عقل میشد صنعتکار میشد علم میشد از بطن مادر سر میشد و وقتی که ما همین با اصول گیاه درمانی با باد و هوای تازه عموما چیزهای طبیعی استفاده بریم البته این سبب دراز عمری نیکو احوالی مردم ما میگردد. اینجا در نزد ما یک چند نمودی داروها هست که این دارو از طبیعت همین کوساری ما گرفته شده است تازه می باشد و درون این من فکر میکنم که یگان خیمیکات نیست همین دارو پیشنهاد ابتکار شما استحصال شده است و این در شهر مسکو استحصال میشد. این دارو شما امروز خیلی به فروش می رود و خودی روس‌ها هم امروز یک به طبی تاجیک نیاز آوردند بابت همین داروهای شفابخشی که شما خودتان به واسطه استحصال کرده استادید. تشکر زیاد. البته من چندین مرتبه و با واسطه بر تلویزیون سفینه رکلام این داروها میرود. این فیرولا یعنی با زبان تاجیکی روف کمال هست که در جناب عالی پیشترم یک فرمان برار دادن که جمع آوری و وقتینچه من کارش شود هر آنچه در طبیعت میروید اول ما باید که زیاد کنیم پلانتاسیون بعد باید کنده نشون. در دوره سویتی مثلا من برای چی به این کار شروع کردم یکمش یکی از کشاورزان من به کسلی سرطان گرفتار شده بود این سالهای 77 و تا امروز زنده است. ببینید که زیاده قریب 40 سال است که این زن پسر عمکی من آیلش بود خواستن جراحی کنن در قره بالا در مرکز سرطان شناسی. وقتی که ما سوال دادیم که شما گارانتی میتید که بعد جراحی صحت میموند یا گفتن که اینجا جای نازک است ما گارانتی میتیم و با واسطه همین گیاه وقتی که من استفاده میکنم با دیگه گیاهای استفاده کردم این زن تا همین روز صحت سلامت است و با همین چیز من مهر بستم. بله. و با آموزش همین گیاه شروع کردم. وقتی که گفتم در دوره سویتی 7 نفر نامزدی پنها شدن فقط با کارکرد همین شرکت شیری کمال که خصوصیت ضد سرطانی دارد خصوصیت ضد پارازیت های نیست کردن دارد بعد بیماری های سر اپیلپسی نیست میکند و خصوصیت پروسس پیرشوی داشتن دارد. اما اینجا به ترکیبش عضوهای خرچنگ آموخته کردیم و گلوتامین کسلاته و این اولین یعنی گوییم که علاوه به غذا از تاجیکستان در روسیه به قید گرفته شده در تمام کتاب‌های سپراوژنیک‌های روسیه هست. و چخیلی که اینجا شما قید کردید با واسطه همین دو دارویی که ما اختراع کردم یک هفته پیش وقتی که در اینترنت در آمده بعضی چیز خوندم که در قطار چندین علمای نمایانی جهان که در سیستم همین گیاه‌پزشکی کار میکنن نام منم در اونجا جاری شده است. مثلا من خودم یک جهان الهام گرفتم که خدمت کس ریگان نمی رود. البته
وقتی که جهان خدمت خاکساران من قید کرد و افکتش دید که داروهای گیاهی که ما استحصال میکنیم امروز طب عنعنوی ما طب اکادمیکی ما علاقه تصدیق کرده استادن و آنها هم ما دستگیری کرده استادن که ما باید با طبیعت کار کنیم. و به قریبی در شهر دوشنبه کنگرس نمایشگاه کتاب شده گذاشت که و دست من کتاب پرزیدنت ترکمنستان افتید علاقه و با زبان تاجیکی نشر کردن گیاهای شفابخش ترکمنستان و من علاقه با پرزیدنت ترکمنستان یک نامه نوشتم تبریک کردم که شما دوام دهنده کار سینا هستید عقیده های سینای در حیات تطبیق نموده استادید و حساب میانی عمر مردم ترکمنستان حاضر 73 سال است و برنامه که مثلا من ساخته استادم که مردم ما باید 100 سال عمر بیند البته فرهنگ طبی مردم ما باید بلند کنیم در همان صورت مردم نسبتی سلامتی خود غمخواری میکنن از پی سلامتی میشن عمر دراز میکنن یگان دکتر یگان دارو انسان را 100% طبابت نمیکنه اگر خودی شخصیت خواهش نکنه و اگر چون برنامه کامپیوتری ما در معنی سر خود فکر جا کنیم که ما 100 سال عمر بینیم فلان قاعده رعایت کنیم البته مردم باید 100 سال عمر بینن. از چیز دیگر که شما سوال کردید البته این زمش هم از مینرال های تاجیکستان هست و ما در رسه یک کتاب چاپ کردیم با نام زم سپامیرا لوچی لیکارمیرا دیلیاز دارو دالکالیته مثلا این دارو در قزاقستان هم استحصال میشود با نام ماسکام ترکیب خیمیایی این قزاقستان 49 ماکرو میکرولیمون دارد این ما اسپکترام آنالیز کردیم در اکادمی فناوری رسه 65 ماکرو میکرولیمون قریب بیماری نیست که این بیمار دارو استفاده نمیشه مثلا آدم‌ها درون رو میشن کسل‌های بواسیر گمروی و کسل‌های زنانه کسل‌های انکولوژی یکی از علماهای مشهور سن پترزبورگ انکولوگ پروفسور یریمنکو با واسطه این دو دارو حاضر کار علمی کرده است مثلا یک گروه بیماری‌های سرطان علاهیده فقط با زمش طبابت کرده است یک قطار با واسطه فیرولا گروهی کنترلی و گروهی دیگر در یک جایگی افکتش خیلی زیاد بوده حالا آنها مثلا پیشنهاد زیاد کردن که معیار این زیاد کنن و اجیت تاثیر شفاییش هم خوب است اجیت نرخ و نواش هم ارزان تر است و میخوان که در رسیه با مقدار کلان در آینده استحصال شده در تمام بیمارخانه های سرطان شناسی هم برای آدمایی که علاقه جراحی شدن بعد جراحی این فیرول ایمونیتت بالا میکند میکرو الیمنت ها در ترکیبش هست یک چیز عادی ترین ممکن اگر کلینیک های خوب پیشنهاد خوب کنم ممکن ما یک پرمی جهانی سزاوار شوم در آینده چون که این اختراعات من هست یک چیز عادی ترین قطعی چیز دیگر این کریم با نام ترنگین اصلا من بعدی که کتاب اسرار زناشویی نوشتم بسیار مردها با سبب‌های گوناگون مراجعت میکنن بعد اکثر مردم ما عموما مردها که از 50 گذشتن با بیماری ادنوما گرفتار میشن اما حدود چیز پروستات کلام میشد پیشاب نمیبیاد و همین دارو همین سال 2010 ما شروع کردیم همین سال ما در روسیه با قید گرفتیم و از نظارت علمی گذشته ایستاده است که مثلا اینا همچون زمنای پاسته گرفته همچون کشاده استفاده میکنن در روده اخراج کننده میمولن و در حالتهای جنسی میمولن همین بیماری ها نیست میشد و از آن جمله گیمرای هم نیست میشد چیزی دیگر این کریم خوشرو هست البته ما اینا همچون با نام خوشرو در رسه استحصالاتش موندیم یکم مراتب من البته کریم استحصال کردم چون که اون کارخانه که من اینم از گیاه هستن اینم از روغن‌های گیاهی روغنی بادام تلخ و ویتامین ی اساسش و این کریم وقتی که ما در دیگر کارخانه جواب کردیم خیلی صفتش پست بود و به قریب ما یک کارخانه یافتم که فقط با استحصال کریم ها مشغول است و ما یک مقدار کم استحصال کردیم از آن جمله 200 دانه من برای تاجیکستان آوردم که هم تحفه کردم برای رفیقا هم برای که اونا فکر ملاحظه شد که هم برای قید کردن در وزارت تندرستی اینا آوردیم البته فکر و اندیشه های خوب هست برای هر یک انسان باید که خودش به نگاهی بین کنه اگر زن‌ها هم دائم مثلا پیش از خواب همین کریمای وای کنن
اوژنکو کم میشد عموما نیست میشد این سببی جوان موندنی آدما میگیره و همین کریم ما شما توفه میکنم و فکرم شما استفاده کرده با تشکر و آخرین چیزی که میخوام در بالاش معلومات هم این با نام مرهم دکتر طاهری یعنی بلزم این در دوشنبه استحصال میشود از 7 گیاه عبارت بوده اصلا ما همچون کسب یکم کاردیولوگ یعنی بیماری‌های دلخطی کار میکردم برای بیماری‌های دل که سکته دل دارم فشار بلند عصب خراب هست این هم مهلت علاقه 7 سال است استحصالات این هست خیلی حاضر طلبات به این زیاد است البته در طرف دوشنبه در طرف خوجند ما یک مراتبه آورده بودیم با دستگیری دیرکتوری بانک ملی ولیف اونها برای کارگرای خودشان هم مقدار گرفتن چند مراتبه آوردن و دیگر که یگان داروخانه توجه ببینید که داروخانه‌های ما توجه بازار داخلی دستگیر کردن ندارن حسی ملی ندارن از بیرون یک چیز میبیورن میفروشن کلی ما بیرون برونده میروند نمیدونن که در ترکیب وای چی هست ما برای همین ما امروز در شعبه تندرستی ولایت گفتیم که شما باید حتما خبر رسانید که دکترها معلومات داشته باشن چیزهای داخلی استفاده برن مثلا مبلغ در داخل کار میکنه هر چقدر درآمدی ما زیاد شود ما استحصالات زیاد میکنیم ارزان میکنیم و مردم ما باید چیزای عادی ترین از گیاهای خود ما تستر شفا می‌یابند. من فکر میکنم که استاد همین نوگانه هایی که امروز در جاده طبی خلقی وارد شده ایستاده است این همه دستاورد استقلالیت است و میخواستم که بابت همین 20 سال استقلالیت که طب خلقی خیلی پیش رفت رشد کرد البته سهم شما به این خیلی بزرگ است در می خصوص اولین مراتبه سال 2003 ما اساسیاسیون گیاه‌پزشکان و طبیبان خلقی تأسیس دادیم و با پیشنهاد اساسیاسیون ما 2 نفر دپوتات ها از مجلس ملی خواهش کردیم که همین ایده ما دستگیری کنند و 2004 قانون درباره طب خلقی برآمد البته هر یک قانونی برآمده قانون انسان می‌نویسد کمبودی دارد تغییر دادن در کار علاوه ها کردن در کار و پرزیدنت جمهوری ما امروز خیلی خوب است که از بین خلق خودشان کلان شدن گل و گیاهای خوبتر بدونن و ما رو امروز دستگیری کرده کوشش کرده ایستادن که ما همین بازار داخلی خود ما کار کند آینده کارکرد گیاهای تاجیکستان مونده ما چون چین خطایا بیرون برآورده بازار کرده توانیم من در چندین برآمدهای خود گفتم که اگر ما بازار کارکرد گیاهای شفابخش یابیم اگر نظر به پخته تاجیکستان درآمدی زیاد میتونیم خدا در طبیعت تمام گیاها را آفریده است من امروز در روسیه همچون اکسپرت در ساحه بی‌خطری زیست و زندگانی مردم روسیه هستم گرچه که من در تاجیکستان زندگانی میکنم من هم در روسیه کار میکنم هم در تاجیکستان اکادمی بی‌خطری روسیه هست و قریب هر هفته به من یک تا اینترنت خطی مکتوب میبید فکر و اندیشه های مثلا من میگیرم که چیکار کردن من حاضر من یک پیشنهاد میکنم ممکن حکومت ولایت دستگیری میکند برای که پیشگیری بیماری ها از باغچه سر میشد از مکتب با یک ایده که من در سیزد گیاه‌پزشکان روسیه برآمد کردم و یا دستگیری کردن و امروز تمام مکتب های روسیه قریب علاقه 20 ولایت مسکو و همون بچهای صنف مکتبی از گیاهچای کرده میتونن یک استکان مثلا با پیشگیری کردن بیماری‌های گرده بیماری‌های جگر بعد برای پارازیت علاقه ببینید چقدر بچه‌ها سالم هستن من حاضرم وقتی که من صحبت گذروندم در ناحیه عینی در لیسخوس در مکتب دهه‌ای در گفتم که شما لیسخوس اجازه میتید گیاه جمع آوری میکنید لیسخوس از شما حق کارتون پول داده میخره من از لیسخوس میگیرم من با همین گرفته دارو تیار کرده شما میتیم بازار داخلی ما کار میکنه شما دیگه محتاج یگان داروخانه هم نمیشید و همین گیاهای ما میتونیم که اینا علاوه به غذا هستن شرط نه که در داروخانه در اپتک فروشیم در مغازه ها ما اینو باید جاری کنیم که در همون مغازه ها رفته گران که این هم تو چای هست از گیاه ها ترکیبش به همین چیز داره که همه جا داروخانه نیست که مثلا همین ناحیه عینی من شهر سده بینم اگر رایون‌های دوردست دیه‌های دوردست عموما داروخانه ندارن نه که مغازه داره اگر در همین مغازه ها همین چای ها آینده پیشنهاد شود اون برنامه‌ای که من کردم که مردم ما 100 سال اون می‌بیند ان شاء الله 100 سال اون می‌بینن برای که از دوره باغچه و مکتب نه نسبتی سلامتی خود غمخواری میکنن پیشگیری میکنن ملا ظهور طاهری مؤلف کتاب نوای دل
مجموعی اشعارش باشد با نام نجوا، درد و درمان، نوسفر، چیل قلم به تب رسیده است. او اینچنین مؤلفی یک چند کتاب‌های طبی می باشد. من فکر میکنم که استاد یکی از سبب‌های کوتاه عمری مردمی آسیای مرکزی این از ویرانشوی سیستم مرکزی عصب باشد، چون که وقتی که اقتصادیات کمی کاسته است مردم البته عصبشان نیست کاسته می شود. برای همین عصب مستحکم کردن شما چی گفته می توانید؟ خوش یکمش با مردمی تاجیکستان ما همین پیشنهاد کردنی هستم که مردم اگر هر چقدر فرهنگش پس باشد دغل کم بغل می شود. بله. اگر فرهنگ بلند داشتگی باشند بعضی مثلا مردی کار میرن از صبح تا شما کلان میزنن کار میکنن $10 میگیرن. بعضی آدم شده فکرتی کار میکنن. معنی سری خودش باید تلقین کند که من سالم، من 100 سال عمر میبینم، من بوی میشم، من با دولت میشم. فکر مثل ات انرژی میگذرونم. این پرواز میکنن. نیتی ناز نیست به دولت میمونه. این علاقه یک چیزی آرام کردن آدم ها. یعنی که نقش میبازد در حیات. نقش کلام بازی میکنن. بله. و چیز دیگر اون است که بعضی آدم‌ها تیز رو افتاده میشن که مثلا این همسایه من ماشین جیب دارد، اینش دندان طلا دارد، اینش یعنی حسد، کبر و غرور، اینا همه و من یه ربایی نویسنده هستم که ای بی خبران خبر ندارید شما، لوج آمده و لوج روانید کجا، این مال و ملک و زر به کی میماند، آخر بروید نزد خدا با یک دعا. البته حیات یک مهلتی معین داده می شود. بعضی آدم‌ها از پی ثروت و پول و مال زیاد میشن. من زیاد میلیونرها رو تبابت کاری هستم و میگفتن چخیل کنیم. من گفتم برای اینکه تو وقت نداره که نسبت سلامتی خود غمخواری کنی. مثلا باید انسان 1 ساعت هر روز ورزش کند، بازی کند، استراحت کند. ارگانیسم اینم یک ماشین بودیم، باید ذخیره‌های خودش باشه. و آنها برای اینکه وقت ندارن روز در روز پولم زیاد شود دیگر میبینن که الکی ارگانیسم مهلتش بود شده است رفته است. اگر مردم ما فقط نیتی ناز داشته باشن، فکری ناز داشته باشن، جمعیت پیش میره. من در چندین ناحیه‌های من گرد پیش برفتم، هر یک دهه 4-5 تا مسجد هست. لیکن افسوس یا حمام نیست. یک تا حمام سازن این سرچشمه درازعمری هست. در نقشه که من برنامه ساختگی هستم که مردم ما باید 100 سال اون بیند. من همین مردم هر یک دهه به 100 انسان اگه $100 پرتانگه یا حمام سازن، هر هفته یک بار سر و بدنش شورانگه 20% خارج کردن زهرا با واسطه پوست، نفس کشی با واسطه پوست. این سبب سالمی درازعمری مردم ما میگن. یک شخص همه کار کردن نمیتونه. اگر گرد پرزیدنت ما متخصصای نظم متحد شویم دستگیری کننده باور کنید در دوام 5 سال 10 سال اقتصاد ما از همه بالا میره. برای که ما همه چیز داریم، همین گیاهای شفابخش، مینرال ها، آب. من درباره آب که چخیل من در لبه دریای سرشته سال گذشته من یک کتاب نوشتم با نام آب از طلا قیمت است. ما درباره دارو، درباره طبابت، درباره طبیعت حرف زدیم و یک کتاب شما با نام آب از طلا قیمت‌تر است بود و مناسبتی همین کنگرس آب در شهر دوشنبه این روی چاپ دیده بود. من می‌خواستم که در بابت همین آب زلال، آب ناب تاجیکی شما چند سخن می‌گفتید؟ برای اینکه اساس حیات یکمش شعاع، نور، آفتاب که ریسپوبلیک ما از این خیلی بوی است، ما میرسد. دومش هوا، نفس. درباره نفس همین گفتنی هستم که مردم باید اکولوژی رعایت کنند. دود، چنگ، خاک نکنن که این ضرری کلان دارد. مثلا در شهر دوشنبه ممکن از حدود 300,000 ماشین باشد. در شهر مسکو 3 میلیون. این دوده که میبرد امروز سبب زیاد شدن بیماری‌های سرطان یکیش از همین هست. ما با چشم عادی دیده نمیتونیم. و سوم منبع درازعمری این آب است. از ترکیب آب نوشیدنی درازعمری انسان وابستگی دارد و امروز در روی زمین همگی 3% آب‌های نوشیدنی هست. دیگر این تمام دنیا بحر است. آب‌هایی که اول کم استفاده میشه. و ما خوشبخت هستیم که صاحب این گونه آب‌ها هستیم و اگر ما بازاری همین آب‌های خود را پیدا کرده تونیم دیگر به ما هیچ لازم نیست. هر روز مثلا در دبی یک بطلکه آب $2 است. اگر مردم تشنه و آب نوشیدنش ترک کنیم ما با اونها یک رابطه اقتصادی کنیم، آب‌های چشمه‌های همینجا
مثلا در حدودی که من در ناحیه عینی یک ساناتوری یعنی برای آموزش ساختم یک چشمه هست که من آبی و برده تحقیقات گذاشتم در ترکیبش کالی، مگنی، فسفر اون چیزی که برای دل مفید است، برای دندان ها مفید است هست. و اگر مثلا من بسیار بیمارها وقتی که اومدن صبح بر وقت میفرمام که یک کاسه آب نوشن از خواب خستن. برای چی؟ برای که آب بدن انسان در شب بوده الکی بخار می شود. مادامی که آب بخار شد خون قفل می شود. یک تئوری پیدا شدن سکته دل، سکته مغزی یعنی انسولت به واسطه قفل شدن چیز هست. اگر انسان در طول روز 2 لیتر آب نوشد، چه که شما مشاهده کردید من هر یک ساعت 1 استکان آب نوشیده سونم. یکمش سبب پیشگیری سنگ گرده می شود. سنگ ها می شود. دومش سبب معتدل کار کردن ارگانیسم می شود. خیلی که بعضی آدما میگن من چای نوشیدم فرمولی آب دیگر است جای آب یگان چه اشغال نمیکنه. اصلا امروز در بعضی کمپانی ها ودرودنی ماشین های ساخته میکنن از آب و قوه آب میگرده ودرود هست فرمولش H2O و حالا این آموزش داره در آینده برای که حیات در یک مفخه نمیسته دائم تغییر یافته میسته. خیلی که گراکلی گفته بود شد все изменяется. مثلا وقتی که من در همین آموزشگاه طبی خوجند میخوندم سطح آب خیلی بلند بود. این همین پس شده رفت است. ممکن کدام سالها در همین خود همین بلندی کوه آب بود. و از روی تاریخی که ما میدونم دنیا اول تماما آب بود. پیرویش نیاکه. بله. بعد آهسته آهسته پیدا شد زمین و بعد دیگر چیزی. نه برای همین آب باید ما احتیاط کنیم. من حاضر وقتی که ما همین در ساحل دریای سرشتیم خیلی زیاد افلاسیون پرستان بطولکوی پرفتن یعنی اکولوژی کی وارد میکند خود انسان. بله. برای خدا بالا مشاهده میکند وقتی که دید که افلاسی شد و مجبور با همون سیل و بارونای پیدا میکند که شسته طبیعت تازه کنه. اما مردم ما که با فرهنگ شد مثلا هر یک چیز باید که ما همراه ما برده اون قوطی خانه و استفاده کنیم و افلاس نکنیم. ما خیلی یک صحبتی گرم آراستیم در عرفه که ما در آستانه 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ایستاده‌ایم و این یک دستاورد بزرگ است به سوی این سنه مبارک. من شما تشکر میگویم که وقتی پرقیمت خویش دریغ نداشته برنامه ما را حسن و تراوت تازه بخشیدید و میخواستم در فرجام صحبت تمنیات شما را فهمیده باشم برای بیننده های عزیز. تشکر زیاد. البته هر یک عالم تاجیک از چی میخواهد یکمش سالمی و درازعمری چهلی که در آن روبایتی که من گفتم که ما از مادر لوج آمدیم لوج میریم و یکم پیشنهاد من که تمام مردم تاجیک از مکتب بچه ها سر کرده هر سال 10 تا درخت شنونن. من همین قطار کوه هم درخت های گوناگون هست که تاب‌آور هست جنگلزار میشن ساحل دریاها بسته میشد پیشگیری میشد. این همش از دست خود ما شما هست. در یک کتابی که من دارم وقتی که استالین به سر قدرت میبیاد یکم چیزی که وای پیشنهاد کرد جمعیت آباد کردن شنوندن درخت و نهال. درخت های میوگی مثلا میوه زیاد میتاد. من همون در همون جایی که من هست خواجگی دهقانی دکتر طاهری تاسیس دادم زیاده از 10,000 دانه درخت های میوگی شنوندم. این یکمش. دومش اگر امکاناتی مثلا در خانه ها ساختن حمام ها نباشد اهل شوند مردم یک جای پول جمع کرده حمام سازن که اقلا هفته یک بار شستشو کنن. دوم نسبت یکدیگر بدگویی نکنن. برای که سخنی بد سخنی گنده البته برعکس ضررش آورده میرسونه. من مشاهده‌های خیلی زیاد دارم که آدمای غیبتچی بودن دیگر چی خودشون با همون بیماری‌ها گرفتار شدن. آدمای پسخند میکنن. هیچ وقت این کارو کردن در کار نیست. امکانات باشد یکدیگر به کمک کردن در کار دست یاری در کردن در کار. خیلی که میگوید رو نیکی کن که در نیکی داند اون نیکی را ز نیکوان نستاند مال از همه ماند و از تو هم خواهد ماند اون به که به جای مال نیکی ماند. همین یک سخنی خوش هیچ کس نکشته است. مثلا همون دکتر مغازه دیگر شو برادر خواهر من شما دوست میدارم. مثلا شعاری اساسی ما کجا که ما صبح سر میکنیم اصلا سر میکنیم که ما شما دوست میداریم. البته یک سخن مهر و محبت حتی همون موسیقی خطی توبت کرده. البته سلسله گفتار ما باید بسیار شود اما موسیقی هم رستنی ها گوش میکند نشو نمایمد سخنی نظم آدم ها در اونجا که سخنهای خوب هست ترقیات پیش میره. حتی من پیشنهاد کرده بودم که در جایهای جمعیتی اگر آدم ها سخنهای قبیح گویند باید آنها جریمه کرده شود. اگر جریمه نکنیم قانونی من امسال بینید که قانونهای بسیار خوب برآمد برای توی ها عنعنه ها البته اقتصادات مردم پیشتره.
پیشتر توی‌های مثلا تا ساعت 3-4 شب عصبی مردم میرسن. هر چی معیارش نرسه کن. وقتی که ما از روی معیار کار میکنیم کشور ما پیش میره، ترقی میکنه. ما آینده ممکن محصولات ذهنی زیاد دارد مردم ما، اینا استفاده کردن در کار. حاضر من پیشنهاد کردم در ولایت که من با شلوغ بیماری طبابت کردن یاد میتیم. مرحمت 20 دکتر از 20 ناحیه بیاد درست. الکی باور کنید در رسی اکادمی گیرودتراپی هست. 20,000 دکتر فقط بیماری شلوغی طبابت میکنه. برای همین مردم مثلا ولایت صبح ما همین گفتنی هستم که نسبت یکدیگر حرمت و احترام باید بلند شود. تازگی رعایت کنند. بدبینی نشود. و چی نیتی نزد داشته باشن خدا یاردم میکنه جمعیتشو پیش میره سلمان باشن. 100 سال بعد کسی که خواهش 100 سال عمر دیدن باشد البته اون طرف کار خدایو. حتی ما بعضا رفیقای دارم که 80 90 هستم میگم که عرضه نویسید که من 100 سال عمر میبینم من شما در همه اساسات قبول کنم که الکش شما الکش خودتون یک اوورینی باوری حاصل میکنید که شما 100 سال عمر میبینید. بله. چون که آدمای ما الکش همون پنسیون میگیرن الکش تیاری به مردن هست که من پنسیونر شدم اکنون میمیرم. برعکس پنسیونر شدی با که این دوم جوانی من هست من باید اکو خودم آزاد هستم یک کشفیات میکنم کارم پیش میبرم اپسی سلامتی میشم 100 سال عمر میبینم استراحت میکنم. بله تشکر زیاد استاد عزیز برای صحبت صمیمی به شما. ما نیز برای آینده فعالیتتان موفقیت ها آرزو میکنیم. همیشه صحتمند باشید و از 100 گذرید و 200 بدرایید. برنامه دیگه تشکر. سلامت باشید.